السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پایان صحبت ما وقتی که جیش حرکت را شروع کردند، مادر گفت ای مجاهد خدا، اگر چند دقیقه اگر تو صبر بکنی یک تحفه دارم برای فرزندم بدهم. این مجاهد بزرگوار گفت به سرعت بکن که تا تأخیر قرار نگیرد. مادر عزیز دوان به سوی خانه خود رفت و یک اشتری که بسیار نازنین و خوبصورت و قیمت بهایی داشت در دست گرفت، به سوی مجاهدین دوان آمد. گفت فرزندم، بالای این شتری که بسیار قیمت با است بنشین، خوب بجنگ، دلیریت را نشان بدی. در دنیا نه، در آخرت با تو ملاقات خواهم کرد. در دنیا ملاقات ما اینمی ملاقات است بس. جیش وقتی که حرکت کردند، بزرگوار می‌فرماید این فرزند چنان خوش بود، چنان وجود و صورتش تکان می‌خورد که تعجب می‌گن چگونه جوان هست. چون این جوانی را در چشم ندیده هستم و نشنیده هستم در عصر خود. این جوان با این بزرگوار در راه صحبت از شهدا می‌کردند. چگونه ای که امروز در نوارهای دولت اسلامی شما می‌بینید که مجاهدین در داخل خمرهای خود، در داخلهای موترهای انفجاری خیش صحبت از حور العین می‌کنند. سبحان الله، الله اکبر. از نعمتهای جنت صحبت میکنند مجاهدین خلافت. تعجب آور است. به میدان میروند که غالب گمان اکثر و بیش این است که در آنجا کشته میشوند. طیاره ها از بالای سر آنها قرار دارند. تانک های پیشرفت یهود و نصارا در پیش آنها قرار دارد. در تن واسکت های استشهادی دارند. سبحان الله. مجاهدین خلافت شما را الله پیروز بکند. تبسم در لبانش چنان تبسم است. وقتی که موتر استشهادی را میارن، مجاهدین دوان من میشینم، دیگری میگوید که برادر عزیز من مشتاق هستم، من میشینم. جوان بلند میشود میگوید میان شما قرآن میاندازم، کسی که نامش برآمد او میتواند در موتر استشهادی بشیند. وقتی که میان این دوستان خدا قرآن میاندازن، یک از دوستان خدا که قبلا نشسته بودن تقاضا میکند که همان بردد از من برایت، یک دم از دوست دیگرش بیرون میشود و آن لشکر خلافت، آن دوست خدا چنان گریه میکند که امروز از دست من این موتر استشهادی رفت. سبحان الله. گریان میشه، چشمش پر از اشک میشود، از پیش نوار ویدیو دور میشود و این دوست که غالب شد دوان در تن واسکت استشهادی خود را میپوشاند و در موتر میشیند، حرکت به سوی دشمنان خداوند میکند و خود را انفجار میده. سبحان الله. این ابراهیم، این جگرگوشه صحبت از شهادت میکند، صحبت از جهاد میکند، صحبت از حور العین میکند که تا میدان جهاد برسد. جوان آیاتی که در قلبش داشت تلاوت میکرد.
اکثر و بیشتر این آیات را میگه تلاوت میکرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. فریاد میکرد، ندا میزد، معانی این آیت را احساس میکرد و گریه میکرد. بیگمان خداوند جان و مال مؤمنان را خریداری میکند. این آیت را میخواند، توجه میکند ابراهیم که خدا جان ما مجاهدین را میخرد، خدا مشتری قرار میگیرد، من بنده بایع قرار میگیرم. سبحان الله. خدا مرا فریاد میکند که جانت را میفروشی؟ در عوض چی بفروشم خدایا؟ در عوض جنت، در عوض آن نعمت هایی که الله برای تو میسر کرده است. این آیت را با کثرت تلاوت میکرد و ایمانش بیشتر میشد. هنگامی که ما در میدان حرب رسیدیم، لشکرها را آماده ساختم، ابراهیم در حال می آمد در صف اول می استاد. وقتی که جنگ آماده شد، نظر من بیشتر به ابراهیم بود، به شوق و رغبت جنگ ابراهیم بود که چگونه جنگ می کند. ابراهیم وقتی که در میدان میان کافر داخل شد، چنان مبارزه می برد که کفار قریب شده نمی توانستند. ده ها نفر به پیشش می آمدن، ناکام می شدن. سردار کفار متوجه بر این جوان شد که ابراهیم غیرت و شجاعت می کند در این میدان. همه تعجب دارن، خوف دارن کفار از این، قریب او نمی شوند. دستور داد که کمانده های مختلف را از هر طرف ابراهیم آماده بکنن تا ابراهیم را حمله بکنن. چگونه ای که امروز در سرزمین عراق از هر طرف عرض خلافت محاصره کردند. سبحان الله. حمله میکنند، هرچی که حمله میکنند یک قدم میزنن، دو قدم عقب میشوند. اگر دو قدم پیش میزنن، 4 قدم عقب میشن این کفار و اعلان میکنن که ما عرض خلافت را خاتمه میدهیم ان قریب. از چنان اخبارات کفریه، از چنان اخبارات استخبارات یهود و نصارا، بعضی از جماعت‌هایی که مسلمان هستند و اعلان مسلمانی میکنن و اعلانی در صف مجاهدین میکنن، دلیل میگیرن که ان قریب آن خلافت که شما برپا کردید خاتمه میرسد. این نتیجه آن مباهله شماست، شما ختم میشوید. و اینها را در رسانه های خیش صحبت میکردند و مردم را بشارت میدادند و کفار را خوش میکردند و مردمی که غافل بودند آنها را غافل تر میساختند تا در صفوف این شیران خدا نآیند. عناد آنها را تکان میداد. ولکن جان فداهای خلافت هر روز نوارهای مختلف برای دوستان و مخلصان دولت خلافت پخش میکرد. آنها نیز میدیدند، لیکن ویدیوها را مخفی میکردند، آن عکس ها را مخفی میکردند، صداهای خلیفه را مخفی میکردند از شرمشان، از عنادشان. ما برای شما میگوییم این عنادتان را ترک بکنید. ابراهیم در معاصره قرار دارد. عدنانی رحمه الله شهادت او را ما از خدا گمان داریم، در معاصره قرار دارد.
شما نمی بینید که ابراهیم چگونه در این میدان شهید می شود؟ تطبیق من در این قصه و به این زمان به شیخانی که در میدان مبارزه بردن، فرزندهای ابراهیم را قصه دارم، و مثل شیخ عدنانی و دیگر شیخ فلسطینی و دیگر اشخاصانی که آنها مبارزه بردند و معاصره شدند و حمله کردند به هر صورتی که در این راه برای بنیاد خلافت شهید شدند. ای فرزندان ابراهیم متوجه باشین. هرچی کوشش میکردم به پیش ابراهیم برای نصرت ابراهیم برسم، از دشمنانی که بالای من حمله میکردن خالی نمیشدم و توجه هم بیشتر به ابراهیم بود. کمانده ها بالای جماعت ها از گرد اطراف ابراهیم حمله کردند. الله اکبر ولله الحمد. ابراهیم دوست خدا را به شهادت رساندند. دوست خدا را، عدنانی را به شهادت رساندند، چگونه که امروز شما میبینید همین چنین ابراهیم به شهادت میرسد. بزرگوار میگه وقتی که شهادت ابراهیم را دیدم بسیار خوش شدم، چشمانم پر از آب شد. گفتم سبحان الله، این امانت با خدا سپرده شد بدون خیانت. صد افسوس و آن اشخاصانی که امروز خون مجاهدین را خیانت میکنند. عبرت بگیرید از این بزرگوارای بصره. الحمدلله این امانت به خدا سپرده شد. الحمدلله آن مال مهری که مادرش داده بود، تمام او را، آن چیزی که مجاهدین میخواستند و حاجت داشتند خرچه کردم. الحمدلله امانت از دستم رفت. شکر خدا. وقتی که فتح کردند، کفار را از سرزمین و مسلمان بیرون کردند، لشکر را جمع کردند. خوب متوجه باشید، کسی به مادر ابراهیم خبر ندهد که ابراهیم در راه الله قبول شد و شهید شد. من خود برای او بشارت میدهم. وقتی که به میدان بصره با فتح و پیروزی و غنایم بازگشتند، مردم همه تکبیر لبیک خوشی ها می کردند، ملاقات و زیارت این بزرگواران می کردند. ابراهیم این بزرگوار را می کافت، این مجاهد عزیز را می کافت. این مجاهد عزیز فرزندای خود را ملاقات نکرده، به سرعت به پیش این مادر آمد تا تسلی ببخشد که امروز مادرش بسیار غمگین می شود از این خبر من، از دوری فرزندش، از این جگرگوشه از دور شد، در قیامت خواهد دید. تسلی بدهم او را. وقتی که این مادر روبرو می شود بر این مجاهد، فریاد می زند بگو اول که خدا آن جگرگوشه ای مرا قبول کرد یا نه؟ آیا آن کرته‌ای که با در تن داشت مبدل به خون گشت یا نه؟ اون خوشبویی که داشت بوی خون قرار گرفت یا نه؟ وقتی که این سخنهای رغبتی این مادر را شنید، گفت الله آن امانت شما را قبول فرمود. انشاءالله گمان ما بالا این است. وقتی که این صدا را شنید، چشمانش پر از آب شد و این مادر به سجده غلتید، گریان شد. الحمدلله 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 که امانت من در آن جایی که قصد داشتم رسید. خدایا این امانت را قبول بفرما. پروردگارا الله کریم قبول بفرما. این دعاها را میکرد در سجده. چگونه که جوانهای خلافت وقتی که پیروزی میاد به دستشان، سر به سجده میغلطند، چشمانشان پر از اشک میشود
زمین عراقی که خون سنی ریخته بود، دیرای دجله که مبدل به خون شد، در آن سرزمین مجاهدین آبی دیده خویش را می‌ریزند. مادر گریان گریان نالان سر را از سجده خدا بالا نمی کند. بعداً به پیش خویش اقربایش می رود، خبر می دهد چرا برای من تبریک نمی کنید؟ امروز عهد نکاح فرزندم بود، امروز روز قبولیت بود، چرا شما تبریک نمی کنید؟ من در خوشی های شما می رفتم، با شما خوش بودم، چرا امروز در خوشی های من شما شریک نمی شوید؟ از آنها تقاضای خوشی را دارد. مادر با لب تبسم و خوش و سوی خانه خود باز می گردد. وقتی که مجاهدین به خانه های خود می روند، شب را می گذرانند، سحر مادر عزیز بعد از فجر دوام دوام به سوی خانه مجاهد می آید، فریاد می زند این مجاهد، این دوست خدا، مژده می دهم برایت. این شبی بود که ملاقات فرزندم شد. این شب در خوابم در آمد این فرزندم، دیدمش بالا یک چمنی، بالا یک باغی، درخت‌های بسیار خوبصورت پر از میوه و گل‌های خوشبو معطر نشسته است و میخندد. مرا میبیند، میگوید مادر جان، خدا آن امانت تو را قبول کرد، آن قصد عهد نکاحی که تو داشتی که فرزندت با آن حور العین قرار بگیرد، شکر خدا است برقرار گرفت. و در این سر که این چیز نهاده شده است، این را تاج میگویند، تاج افتخار است که این مادر عزیز اگر این تاج در دنیا گذاشته شود، آفتاب پیشش حیران است در روشنیش. این همه در عوض شهادت هستی مادر جان. ملاقات مسلمان ها خواهد شد، ملاقات شهدا خواهد شد، ملاقات مجاهدین، ملاقات بزرگواران، ملاقات ائمه ها، بزرگان، مفسران، محدثان، ملاقات انبیا، ملاقات حبیب خدا که مشتاقش هستی. از او بالاتر نعمت بزرگ ملاقات خدا قرار خواهد شد. فریاد میکرد و مادر خود را بشارت میداد. وقتی که این سخن را از این مادر شنید، فرمود خدایا شهادتش را قبول بفرما، پروردگارا شهادتش را قبول بفرما، پروردگارا شهادتش را قبول بفرما. برادری عزیز، خواهری عزیز، مادری عزیز، ای برادر کوچک عزیز، تا بکی در زندگی کفار، در قانون کفار زندگی میکنی و تمنای زندگی ابراهیم را میکنی؟ هرگز چنین نیست که تو در زندگی دموکراسی زندگی بکنی، در زندگی کمونیسم زندگی بکنی، در زندگی ترک صلات، ترک جهاد، ترک طلب شهادت زندگی بکنی و هر وقت فریاد بکنی. آن فریادهایی که در بالای بسترهای نرم و در آن اتاژهای کفار در خدمت یهود و نصارا در روس قرار داری. صد افسوس که امروز زندگی ما و شما به کجا می رود. صد افسوس که امروز غیرت ابراهیم را ما و شما فراموش کردیم. ای عزیزان،
ای دوستان، الان وقت جنگ است. الان وقت نصرت آمد. بلند بشوید، حصت را از ارض جنت، داکومنت های جنت را خریداری بکن. ارض جنت در فروخت قرار گرفته است. آماده شو به خریدن این جنت. خریدنش چی است؟ هجرتی تو هست. در آن جایی که مجاهدین جمع آمدن، اهل حق جمع آمدن، طلبگاران خلافت جمع آمدن، بشتاب بسای آنها و مثل ابراهیم بشتاب و فریاد بزن ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. گفته دوان به عرض خراسان و به عرض خلافت بشتاب. پدری که تو 20 سال شد، 30 سال شد، جوانی که تو 20 سال و 30 سال و 40 سال تا در خدمت عیسایی، در خدمت یهود و نصارای روس خرچه داری که بابا و اجداد تو در خدمت یهود و نصارا از پختچینی خسته شدند. تمام مال و دولتی که در داخل تاجیکستان از ارض مسلمان ها داشتید، تمامی آنها را کافته در دستی روس دادید. آن داده های پدراتان را کشیده بگیرید. آن مال امانت هست. آن زمین مسلمانی که بخارا و سمرقند، آن سرزمین عراق و شام، قسطنطنیس و غیره دیگر مملکت هایی که در تاریخ اسلام ذکر می شوند، این امانت ها را واپس بکنید. پدرهای ما و شما اینها را خیانت کردند. ارض اتحاد بخارا را پاره کردند. مسلمان هایی که از قوم های ازبک و قرغیز و ترکمن به هر ملت مختلف بر لسان های مختلف بودند و اتحاد آنها قرآن و سنت بود، فرهنگ آنها فرهنگ محمد بود. پدرهای ما و شما چنین فرهنگ را و چنین منهج را خیانت کردند. آن خیانت ها را باید ما و شما ای مسلمان ها واپس بکنیم. این امانت را واپس بکنیم، ورنه جوابگو هستیم. تا بکی قصه ابراهیم میشنوی و خاموش هستی؟ تا بکی مادر ابراهیم را میشنوی و مالت را ذخیره داری؟ تا بکی را ذخیره میکنیم ای پدر عزیز؟ برای 45 شنبه و خدایی بسیار در این بدعات خرچه کردی. شکم زیاد از ملاهای درباری را خرچه کردی، سیر کردی، فرزندهای آنها را سیر کردی. کافی هست. اکنون دین خدا را نصرت بکن. باقی مانده مالداری در راه الله خرچه بکن، در راه حق خرچه بکن، در راه استشهادی، در راه واسکت راست کردن مجاهدین، در راه سلاح خریدن مجاهدین خرچه بکن به مثل ابراهیم. تاجری عزیز، خوب متوجه باش. خوب در دیسکو کلوب رفتی خرچه کردی در پیش دوست و اقربایت که نگویند که این مالدار است بسیار سخت است. برای ریاکاری زیاد کارها کردی. تا بکی بگو عمرت 1000 سال هست، بیشتر است، مال تو موقت هست، جان تو موقت است، معلوم نیست. از این ساعت باید تو خرچه را اراده را اعلان بکنی به نفس خود. آن جوانی که در روس رفتی قومیت پرستی و کلابی و غرمی و ونجوی از غلامی و لیل نباتی کردی و یکدیگر را قتل کردی و ناحق خونی برادر تریزاندی. ابراهیم چنان کرد که پیش خدا مقبول گشت. کار شما را کرد ابراهیم. شما از ابراهیم همین را آموختید. هر روز پسی زیلا میشنید، واتساپ و توییتر تمامی چیزا را گوش میکنید. از تلگرام شروع کرده شما را ابراهیم همین چنین نصیحت کرد. ابراهیم شما را نصیحت کرد که شما لباس سفید در تن بکنید و معطر بسازید، خودتان را آماده جهاد بکنید. نه اینکه لباس های سیاه
پوشیده در میدانهای بوکسینگ داخل شوی، در چهره برادری مصری و در چهره برادری فلسطینی بزنی و تو ایرا افتخار بدانی، در چهره برادری چچنی میزنی، تو حیا داری، تو جگر مسلمانی داری. امروز کفار ما و شما را این تربیت دارد که باید ما در چهره چچن بزنیم، باید ما و شما در چهره های برادرهای مصری و برادرهای یکدیگر بزنیم و بغض و عداوت را اعلان بکنیم که ما ملت ما کسی اگر در این ملتی بمیرد والله قسم به جهنم میرود. ما تعالی شعبت الجاهلیت الاولا فرمودن. برادر عزیز، هر کسی که باشی بشنو، بشارت من برای توست. اگر تو از این راه باز بگردی به مثل ابراهیم موفق خواهی شد. ای پدری که امروز تو فرزند را منع میکنی از این صف جهاد، گروه های افرادی و تفریدی مینامی، دهشتگردی و تخریب کننده میدانی. ابراهیم تخریب کننده بود؟ بلی، ابراهیم تخریب کرد و دین الله را سربلند ساخت. ابراهیم جان خود را در راه الله خرچه کرد و خدای خود را راضی کرد. ما و شما حکمت را رضا میکنیم، بیرق خود را بلند میکنیم و خدای خود را ناراض میکنیم. ابراهیم را فراموش ساختی؟ ای جوانی که باکسینگ میکنی، خب با سجده میغلطی، در چهره برادرت میزنی و باز با سجده میغلطی. سبحان الله، سبحان الله. ترک فرض میکنی، ناطاعتی خدا میکنی در اون میدان، مالهای حرام را به دست میاری. صد افسوس است برای تو که امروز در این مکر فریبی که امروز جوانها را در این ورزش، در این بای بسپراویل مصروف دارن، تو خرچه داری. صد افسوس است برای تو جوان. نه تنها اینجا جوانها گناهگار هستند. پدرهای عزیز، شما پدرهایی که امروز در روسیه رفتی خادمی یهود و نصارا را میکنید، فرزندهای خود را از تعلیم دینی و قرآن و سنت دور کردید، از منهجهای خلافت دور کردید. امروز در مکتب‌ها یکدیگر را چاقو میزنند، کارچه میزنند و خون یکدیگر را میریزانند. این ترغیبات و تشویقات از کجا از میان فرزند مسلمان؟ پدر عزیز، آیا تو فرزند را چنان تربیت دادی که در جگر و در رگ برادر مسلمان بزند بکشد؟ نه، تو غافل هستی پدر. تو در روز کار میکنی، از تربیت فرزند دور است. فرزند در ترغیبات و تشویقات رحمانوف و ترغیبات و تشویقات دموکراسی غلطیده است. تو غافل هستی. این همه غافلیت تو امروز در دستهای فرزند مسلمان کارچه بلند کردند و برادر را کشتند در مکتبها. این واقعی 2 روز پیش 3 روز پیش است. فرزند تو شب کجا میگردد؟ در صحبت آن اشخاصی میگردد که تعصبیت و قوم پرستیت را باید در میان قوم تاجیک داخل بکند، ازبک بودن و ترکمن بودن و چچن بودن را داخل بکند که یامر جنگ بکنند، مصروف باشند عقول آنها برای خلافت آماده کردن آماده نشوند. زیرا که شما فرزندهای بخارا هستید، شما خلافت داشتید. شما اسماعیل سامانی یکی از شخصیت هایی که خلافت داشتند، شما فرزندهای آنها هستین. بار دیگر آن خلافت در ذهن افکار اینها نیاید این کرسی های ما را برباد بدهند. پدر عزیز، از این سازش ها آمادگی بکن فرزندت را. انشاءالله در درس احکامات انشاءالله برای شما میگوییم که آن اشخاص هایی که امروز رفته در کمپانی های روس کار میکنن و آن روس ها امروز خواهرای مسلمان را تجاوز دارند در سوریه، خواهرهای مسلمان را میکشند، پاره پاره میکنند، خواهرهای مسلمان و برادرای مسلمان را قتل میکنند به توسط آن کمک و امداد و مال تو. ای پدر عزیز که در روسیه تو خدمت او را داری و تقویت حکمت روسی را داری، مسئول هستی و از دیدگاه قرآن چه حکم داری خواهی جواب داد و خواهی شنید. ای مولاها، ای مولوی ها، ای دکترها و پروفسورها، خوب متوجه باشی. تربیه را از ابراهیم بگیرید.
آن عناد ملاگی و مولویگی و مفتیگی و قاضیگی و دکتری و پروفسوری را ترک بکنید. آن منصب پرستی را ترک بکن. بالای منبر خوب صحبت داری، ولکن خبر نداری که امروز جوانها کجا می روند. آیا زندگی ابراهیم دارند؟ خواهرهایی که امروز نوارهای آنها به بدنامی اعلان می شوند، آیا آنها زندگی ابراهیم را دارند یا زندگی غرب را دارند؟ چرا یک بار صحبت نمی کنید ای ملاها؟ شما جواب می گویید. این قصه هایی که ما یادآور می شویم، ذکر می کنیم، از برای تذکر هست، نه از برای تفخر. شما فخر بکنید که ما پیشواها داشتیم و چنان فخر بکنید، خاموش باشید، بالای دیوانهای نرم خواب باشید. قصه ابراهیم برای این است. قصه ابراهیم برای این است که فرزند تو خواب شود، قصه را بشنود خواب شود. این قصه ها برای آماده شدن بنیاد خلافت بخارا هست. بنیاد خلافت های ترکیه و خلافت های کره مسلمان ها داشتن برای او هست. تاجیک که تو نسبت به تاج داشتن میکنی، کجا شد تاج تو؟ کجا شد تاج ایمانی تو؟ میگوی تو من تاجیک هستم، تاجدار هستم، با ایمان هستم، فلان هستم، خلافت دار هستم، دیوالی بخارا هستم، فلان هستم. کجا هستی؟ تو خادمی روس شده هستی، بیخبر هستی. اگر از این کارت را دور بکنن، تظاهرات میکنید که ما را از کار بیرون کردند. ای جوانی که تو هر روز شکایت میکنی که روس ها مالی ما را نمیدهند، خوب میکنند شما را. شما سزاوار هستید، از او باید بدتر شما را بکنند، زیرا که شما به دستهای خودتان را قتل دارید. خدا میگه به دستهای خود را قتل نکنید. حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید قتل عبادت است این است که مردم ترک جهاد میکنند. ترک جهاد کردی، خانه روس و دکانهای روس آماده کردید و به شتم میزند تو را از دکانش بیرون میکند که مال نیست تو را. این بی عزتی تو چرا؟ هر روز تعداد مسلمان ها در یک سال 2000-3000 مسلمانی تاجیک در روس کشته می شود. چرا یک بار صحبت از این نمی شود از منبرها؟ فقط که رحمانوف روس رفت معاهده کرد، در فلان جا یک دام راست کردن، یک دکان راست کردن از دختری رحمانوف. فقط مارکت ها را از سر منبرها تعریف میکنی که مردم مارکت برند بخرند. مرگ از برای تو که آن منبری حق را مبدل به باطل گرداندی. آن دهنی که باید حق گفته شود، نجاست بیرون می شود. بسیار افسوس می کنم. بیایید ای فرزندهای بخارا، فرزندهای اسماعیل سامانی، با خدا قسم اسماعیل سامانی، اسماعیل کی هست، سامان کی هست، اینها چند قدر خلافت کردند، در این باره انشاءالله خواهم صحبت کرد. آن اسماعیل سامانی که در بین شهر گذاشته هستند، او شیطان است، او اسماعیل سامانی نیست، او رحمانوف است. خدا اسماعیل سامانی ظالم امروز خود را تعریف میکند، میگوید که بزرگان میگن هر کسی که نفس خود را تعریف میکند کذاب هست، مگر انبیا اگر خود را تعریف بکنند سزاوار هستند. صد افسوس است برای توی جوان که امروز ملاهای حق بند کردن، یکی از شما سخن نکردید. مجاهدین را در غرم شهید کردن، یکی از شما بلند نشدید. این همت تاجداریت هست. بار دیگر نگو من تاجدار هستم، بگو من بی غیرت هستم. خواهرای مسلمان در دبی می روند، تجاوز میکنن در عوض یک مقدار مال. دبی، قطر جای فروختنی زنهای مسلمان قرار گرفته است. کجاست همت تو ای برادر عزیز؟ خواهرهای مسلمانی تاجیک
در روس میروند تن فروشی میکنند. کجاست تاج ایمان تو که باز بدارد تو را که خواهرت را حفاظت بکنی؟ کجاست؟ صد افسوس برای تو پدر عزیز که خواهرهای ما و شما در روس علاقه جنسی میکنند. تمام امراض روس را به داخل تاجیکستان سبب شدند. تمام فساد مدل های یهود و نصارا را در سرزمین بخارا آوردند، فساد آوردند و پخش کردند. تو یک بار از ویدیوهای خلافت برای فرزند کوچکت نشان ندادی، ترسیدی که فرزندت آماده ابراهیمی می شود. برای همسرت نشان ندادی یک بار آن طفل های کوچکی که آماده شده هستند در عرض خلافت، که این همسرت ابراهیم قرار نگیرد ایمانش. صد افسوس است. نمیدانم از کجای این تاج کم شده صحبت بکنم. ارزهای مسلمان ها امروز در چین داده می شود. هرچی که عفت و عزت دارند مسلمان ها امروز فروخته می شود، کسی صحبت نمی کند. اگر مسئله رفع یدین می شود یا دیگر مسئله، همه ملاها صحبت شیر می شوند. های شیر خدا، جهاد دو حالت دارد، یا کفایه است یا عین است. چرا تاریک کفایه را صحبت نمی کنی که امروز تمام مسلمان ها مرتکب جهاد کفایه هستند، امروز مرتکب جهاد عین هستند؟ از این صحبت، از این منهج صحبت نمی کنی، از منهج عبادت صحبت می کنی، از منهج سیاست محمد صحبت نمی کنی. تو همان ملای هستی که در طفلیت خانه های ملا که گگبی کردی، گوش می کردی و می آمدی در امنیت می رساندی. امروز تو ملا شدی، سر منبر به همون خاطر جا گرفتی. بیا باز بگرد. الله غفور و رحیم از گناه تو را می بخشد. رحمت خدا بسیار بزرگ است. توبه بکن، باز بگرد. علما باز بگردید، بیایید دین خدا را نصرت بکنید. مردمی عوام خوب شاهد باشه که امروز از عرض خلافت، از عرض خراسان شما را فریاد میکنن شیران خدا. باز روز قیامت نشود بگوی کسی ما را فریاد نکرد. بشتا به سوی نصرت خدا، بشتا به سوی دین خدا، بشتا به سوی خلافت خدا. انسان در دنیا خلیفه خداوند هست. ای مسلمان، تو امروز یک شخص بزرگوار خادم کفار قرار گرفتی. بیا یک بار دیگر در وجود فرزندت، در وجود خیشت، در وجود همسرت، در وجود مادرت، در وجود فرزند تاجدار ابراهیم و ابراهیم را تعلیم بدی. فرزندت را بگو تو فرزند ابراهیم هستی. بیا یک بار دیگر چنگ بزنیم. امن جاهد فینا لنهدین سبلنا. کسی که جهد و کوشش بکند برای دین الله، الله راه را برای آنها می کشاید، چگونه ای که برای شیروندان خلافت کشادند. آیا این شیران خلافت آمدن سلاح ریختگی بود و گرفتن جنگ شروع کردند؟ هرگز نه. یکی از آنها در گوانتان دستگیر شد، یکی از آنها شهید شد، یکی آنها را اتوک کردند، تن آنها را با دریل شکاف کردند، یکی آنها را لطوکوب کردند، آنها را در داخل آبها انداختن و کشتند. و در آن خاکسارهای گرم مجاهدین پای لوچ در عرض عراق استقامت کردند. استقامت آنها را خداوند پذیرفت و امروز خلافت را اعلان و نصرت را برایشان داد. تو میخواهی در روس باشی،
خوب بخوری و بنوشی و پیش فرزندانت باشی و مالدار باشی و به میدان جهاد حاضر نشوی و مالت را برای مجاهدین خرچه نکنی و در پیش کسانی که مجاهدین را بد میکنن از آنها دفاع نکنی و خواب باشی و غازی باشی و هم شهید باشی و هم فاتح باشی و چنان نصرت چنان جماعتی را ندیدیم هرگز. میگه بسوز بساز، تو میسوزی، تو بدریل سراخ میشوی، تو را شهید میکنند، تو را لطکوب میکنند در استخبارات، تو دستگیر میشوی. نیک آینده تو، فرزند و اقربای تو به خون تو خلافت خواهند راست کرد. الله سبحانه و تعالی در این صحبت اخلاص در قلبهای ما و شما میسر نصیب بفرماید. الله سبحانه و تعالی ما را ابراهیم بگرداند، غیرت ابراهیم، همت ابراهیم، شوق ابراهیم، رغبت ابراهیم و خرچه کردن مال مادر ابراهیم ما را نصیب فرماید. خدایا یا الله فریاد ما را در این شب قبول بفرما که از کره های مختلف امروز این صوت را گوش دارند و دستهای خود را بالا میکنند، فریاد میکنند، اشکهاشان بیرون میشوند. خدایا دعای اینها را قبول بفرما. شاید یکی از آنها دوستان خدا باشند، شاید از اینها کسی در راه الله مالی خرچه کرده باشد. پروردگارا تمام برادرانی که امروز غافل هستند، پروردگار از این غفلت، از این مکر و فریب دورشان بفرما، حفاظتشان بفرما یا الله. پروردگار بار دیگر تاج ایمان، تاجی که دعوای تاجداری ایمان میکند بار دیگر میسر بفرما. بار دیگر ارزی که خیانت شد، ارز خلافتی که در بخارا بود خیانت شد، بار دیگر مبدل به خلافت بگردان. به مال اینها، به جان اینها، به خون آنها، به گوشت و تن، به تمام مبارزه های آنها پروردگار قبول بفرما. پروردگار آن دعوت های یهود و نصارا که اینها را میدهند، آنها را میترسانند، پروردگار آنها را دور بگردان و قلب آنها را غیرت و ایمان میسر نصیب بفرما. پروردگار هر فرد، خواهر باشد، برادر باشد، پدر باشد، شوق شهادت را برایش میسر نصیب بفرما و در قلبهاشان آن نیت های شهادت دارند. الله توفیق بفرما که به ارضهای خلافت هجرت بکنند. اگر هجرت نمیتوانند بر بالای آن ظالمان در جهاد را بکشایند. چگونه ای که شیخ بزرگوار شهید که گمانمان در آن هست میفرماید اگر هجرت کرده نمیتوانید برای بالای آنها در جهاد بکشایید. خدایا توفیق بدی که از سرزمین خلافت بود، فرزند خلافت بود، بار دیگر در هوش بیاید، بار دیگر شمشیر که پر از خون بود بالا بکند. خدایا عرض خلافت را نصرت بفرما به منهج قرآن و سنت تا روز قیامت. پروردگار مجاهدین را ثابت قدم بگرداند. برادری که طلب دعا کرد خدایا این جوان را ابراهیم بگردان، پروردگار در این مبارزه ابراهیمش بگردان، پروردگار مادر این را ابراهیم بگردان. خدایا پروردگار لشکر و جماعت اینها را فاتح بگردان، آنها را یکی از اشخاصانی بگردان، از اشخاصانی که شهید شوند، از آن اشخاصانی که فتح به دست بیارند و قانون قرآن و سنت را بگذارند و باز به سرزمینی که مسلمان ها را تکلیف میدهند به آن حمله بکنند. الله میسر نصیب بفرما. پروردگارا بار دیگر مسلمان هایی که در برما توسط بت پرست ها و در چین اویغورها را شهید دارند، پروردگارا همت نصیب فرما مسلمان ها را که به نصرت چنین مستضعفین بروند. خدایا به سوی تو فریاد داریم یا الله، به سوی تو فریاد داریم. دعای ما را قبول بفرما، دعای ما را قبول بفرما.
پروردگارا ما را از صف شهادت دور نکن. پروردگارا شهادت نصیب بفرما. و در همین جا برادران عزیز صحبت خود را به خاتمه میرسانم و از الله هر وقت دعاگو هستم که شهادت نصیب بفرماید و به سبب خونهای ما و شما جوانهایی که در روس هستید و در گرمانیا و اسپانیا و در هر جا که هستید آن ارزها را ترک بکنید. شما آن جایی که رفتید که نصرت طلب میکنید از مخلوقات خدا، به سوی خدا بیایید. مخلوق خدا چیکار کردن نمیتواند. بیایید به سوی خدا بیایید. راستی شنیدم گروه های 24 و 25 گفته در گرمانیا گشتند. ترک بکنید. در کره دنیا در تاریخ چنین آمده است که مسلمان در عرض کفار برود، کفار از او خوش هم باشه و او را اجازت بدهه که خلافت راست کنن. هرگیز چنین ذکر نیست. و برادرها باز بگردید انشاءالله عرض خلافت بگردانید. فرزندهایی که دارید ملت مسلمان بگردانید. از ملت بیرق سرخ و سفید سبز آنها را دور بکنید. به پرچم لا اله الا الله منهج قرآن و سنت باز بگردانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.